آقا ببخشید جانم، تو رو خدا میشه این کاپشن رو بپوشی؟ برای چی؟ هوا منفی 6 درجه است. خب من دارم یخ میزنه با این کاپشن 2 تا فیشه. کاپشن خیلی قشنگیه، به شلوار منم تو میاد، نداره واسه خوده. ولی نه چقدر تو مهربونی. عزیزی سرما باعث میشه که سلول آشغالای داخلشو بخوره تبدیل کنه به گرما و چی؟ اتوفاژیه. ملت انقدر نرن دنبال فستینگ، خود اتوفاژی تو سرما فعال میشه. تازه سلولی که تو سرما قرار میگیره تکثیرش درست میشه، سرطانی نمیشه. تازه تو سرما التهاب میاد پایین. دقت کردی هر جایی که آسیب میبینه یخ میذارن؟ درسته. سرما باش، دیدی تو سرما خوابت میگیره، هورمون استرست میاد پایین. مردم اگر بدونن که برای پیری، جلوگیری از پیری، جلوگیری از چروک صورت میتونن تو سرما باشن، اتفاقا بدن به سرما عادت میکنه، همونطور که به گرما عادت میکنه و یک پروتئینی درست میکنه ضد سرطان به نام کولد شاک پروتئین. آقا جسارتا شما مدرک چیه؟ دکترم. بابا دمت گرم. باور کن. مرسی. قابلتو نداره. فدات بشم. خدافظ.